سه نوع درد در دوران بارداری طبیعیه و معمولا همه خانم‌ها تجربهش میکنن. اولی درد واژنه که میتونه به دلیل بزرگ شدن جنین باشه، به دلیل بزرگ شدن رحم باشه و فشاری که روی واژن میاره و خونرسانی و هورمون‌ها چون زیاد شدن در واقع بافت حساس میشه. دومیش درد لگنه که دلیل اصلیش به دلیل ترشح هورمون ریلکسینه که این باعث میشه رباط‌های لگن شل بشه و برای شما ایجاد درد بکنه. رباط‌ها کشیده میشن، شل میشن، رحم داره بزرگ میشه، این کشیدگی براتون ایجاد درد میکنه. سومیش دردهای کشاله رانه که اون هم به دلیل اینه که عضلات کشاله ران داره کشیده میشه و ایجاد درد براتون میکنه و کاملا طبیعیه. اما همه اینا رو بهتون گفتم، موضوع مهم اینه که اگر این دردها روتین زندگیتون رو داره مختل میکنه، حتما باید به درمانگرتون اطلاع بدید، چون دلایلی مثل کوتاهی دهان رحم، عفونت‌های ادراری، پارگی کیسه آب، هماتوم‌های بزرگ هم باعث دردهای زیر دل، دردهای لگنی در دوران بارداری میتونه باشه.